بله. تازه مال یک هفته گذشت. شبی یکی به خویش گفت صدا نمیرسد به کس، سگ صدای خویش را بزن بدو بدو بده، اکو بده اکو بده. اگر صدا نمیرسد چه غم، بیا بدل بزن به گوش آسمان شهر، سکوت را شنو بده، اکو بده اکو بده. به حرف و صوت و گفت اگر نمیتوان نفس زدن، بیا به شعر ما غم زمانه را ولو بده، اکو بده اکو بده. غزل کجاست شعر چیست، مدرن سنتی که نیست، به شاعران شهر ما شراب و شعر نو بده، اکو بده اکو بده. شراب خور که نیستی عرق سگی چشیده ای، کمر بگیر یا بجور کمی تلو تلو بده، اکو بده اکو بده. بگو به شهردار شهر برای آب و فاضلاب، سلامتی زندگی کمی در اگو بده، اکو بده اکو بده. به جار و باغ ما که رفت به جای گندم و برنج، به داست درس زندگی حکایت درو بده، اکو بده اکو بده. خر و الاغ و اسب و گاو حکایت جوامع اند، تعادلی اگر که هست به هر چهار جو بده، اکو بده اکو بده. توان مالی شما اگر به برج میرسد، اجاره خانه را بیا کمی جلو جلو بده، اکو بده اکو بده. هنر کجاست آن طرف به شعر و رقص، پس بگو برای مردمان ما ترانه شاد شو بده، اکو بده اکو بده. از این به بعد اگر کسی طلب ز ما کند، همه به اتفاق یک صدا رئیس شهر تو بده، اکو بده اکو بده. و مردم گرسنه را برای خاطر خدا به رستوران شهرها بگو کمی منو بده، اکو بده. به حاجیان کسی نگفت اگر که این سفر ستم از آن طرف زیاد هست، فشار از جلو بده، اکو بده اکو. صدا نمیرسد رفیق، خطوط خورده بد به هم، دوباره زنگ میزنم الو 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 بده، اکو بده اکو. خیلی